سلام احترام به خدمت شما بینندای عزیز کانال هراتبورگ. دوستای نازنین، ما امروز آمدیم به سمت کروخ. امروز روز دیوم نوروز است، سال نو. برای همه شما تبریک میگیم. خدا کنه که این سال هم به خوبی و خوشی سپری کنیم. جمعی از هنرمندای کانال هراتبورگ ما به خدمت شما امروز هستیم. فقط یک کره‌ای ما این جور کنیم و به میله آمدیم و یکم از طرف رئیس کانال برای هنرمندا تقدیرنامه میدم و بالاخره همینجا به داخل می رودخانه جا شما بسیار خالی هستیم و همینجا میله امروز برگزار میکنه. شما خواهشمندیم که تا با اخیر برنامه همراه ما باشیم، شاید که لذت ببریم از این برنامه. آنه دیگه نگاه کنیم، سفره ملنگیه دیگه. جا شما بسیار خالی. اینا دیگه یواش یواش من گفتم.
سلام ویژه داریم به خدمت شما علاقمندا، شما شخصایی که کانال هراتبورگ دنبال میکنیم، نمایش ها ما، فیلم ها ما، بالاخره سال نو برای تک تک شما تبریک میگم. امروز روز دوم سال نو که ما از صبح آمدیم که ما خوشبختانه بارندگی نگدش که ما اینجا دیگه پایه کردیم، بالاخره به یک شکل آمدیم که اصلا هیچی برابر نشد واقعیت، چون بارون بود دیگه نمیشد. به خاطر از اینکه فردا اول ماه مبارک رمضانه. خوب از طرف مدیر مسئول کانال هراتبورگ آقای محمدی صاحب انا خواهشمندیم که تشریف بیارم به کنار ما. انا لو تقدیری با هنرمندا آماده کردم، انا به خدمت اینا میسپرم. خدا کنه که تا به اخیر برنامه همراه ما باشیم. امروز معذرت که بارندگی بود که نشد ما جای ما سیمیجگاه نمایش کار کنیم. انمی یکی دو دقیقه میشه که هفته شده و بالاخره هفته هم برای یکی دو دقیقه شاید بیشتر نباشه. محمدی صاحب اگه تشریف بیاریم به افتخار اینا یک چک هم بریم دیگه. سلام مندن باشیم، خیلی خیریت، زنده باشیم. سلام خدمت تمام شما همراهان هراتبورگ. تشکر از اینکه کانال ما رو دنبال میکنید و سال نو و بهار نو به شما تبریک میگم و پیش ماه مبارک رمضان به شما تبریک باشه. پیش نداره دیگه محمدی صاحب، امشب ماه مبارک رمضان دیگه و پیشی چی داره؟ کوکا 5 ساعت ماه مبارک رمضان دو مونده دیگه. باشه دیگه سایه. خب برای تقسیم میکنیم بخیر. خب یاست اطراف طرف کانال هراتبورگ. به یاست توفی ناچیز از طرف کانال هراتبورگ از من ها. بله. برای گلک دادم. خیر بینیم، تشکر از شما. بیا شکران جو بچیم، بیا ایر ببر. ما دیگه ایت کاری بکردیم که محلی تیار کردیم، فقط با افتخار خود یک چک بریم بیننده عزیز. خب رادی کینه از فریدون جان عزیزی. خب برادر ما به افتخار یک چک شما بیننده عزیز بریم دوستامو. سلام علیکم، تبریک باشه. اول کو تبریکی سال نو برای بیننده بدیم و بعد ایرم تقدیرنامه شما نه که همین مدت زحمت کشیدیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم به خدمت بیننده های عزیز که چی در داخل کشور چی در خارج کشور کانال هراتبورگ تعقیب میکنم. سال نو، بهار نو به خدمت شما تمام همشهری های عزیز خود تبریک میگم. جا داره که من تشکری کنم از آقای محمد و محمدی مدیر مسئول کانال هراتبورگ و استاد ما محترم نعیم جان و جانو که با ما خدمت کردن. خب واقعا زحمت کشیدیم، تشکرش. بعضو از آقای سید احمد عظیمی. آقای سید احمد جان عظیمی پدر ما که نقش پدر ما همیشه کار میکنم. به افتخار اینا دوستا شما هم چک کنیم، بیننده هم چک میکنن. خیلی تبریک باشه. ما هم سال نو به خدمت همشهری های عزیز تقدیم میکنم. ما از مدیر مسئول کانال هراتبورگ آقای محمدی یک جان تشکر میکنم. از نعیم جان جانو که برادرمونم از اون تشکر میکنم. سالجان احمدزی. عباس جان احمدزی، وا به افتخار اینا یک چک دوستا. بیایم عباس جان. سلام علیکم. مندل نباشین کاکا. خیریت. عباس جان بچه خاله مانه که مدت 1.5 سال میشه زحمت میکشن، هم تقدیم برای عباس جان. تبریک باشه. گفتنی چیزی؟ سلام میکنم به خدمت همه بینندگان عزیز کانال یوتیوب هراتبورگ. باشه من دوربین نگاه کنم سه کنم هم هستیم. خدا کنه که همیشه موفق باشین. سال نو رو برای همه شما تبریک میگم. بسیار خوب، هم داخل کاتر هستیم. بالاخره بینندگان عزیز ما امروز میت محلی چیز کردیم که گفتین کمک جالبتر شه برای ما. منتها معذرت که مار بارش نگدش. الهی شکر که مار بارش نگدش. بارش بباره خوبه، کوارم نکه تماشا کنیم. ما به داخل درای کروخ هستیم، یعنی بغل ما کاست دان غار کروخه، اوسترتر هم قلعه شربت. خب پاپولاسیون رسولی. به کجیرجان که با مدت 2 برج میشه تشریف آوردم. کجیرجان به نام ایلیاس جان. تبریک باشه بچه‌م، تبریک باشه. یک سلام علیکم. خود دوربین. سال نو به تمام بیننده‌های عزیز کانال هراتبورگ تبریک میگیم. زنده از باشه. آقای محمدی رئیس کانال تشکر میکنیم. از شما از ضیاءالحق سادات که آقای سادات که امروز حقیقت راستی میمونات داشتم، از ولایت نیمروز آمده بودم نتونستم و بالاخره ما از طرف از اینا میدیم برای خود آقای محمدی. آقای سادات هم
ادیتور مونم، هم فیلمبردار مونم، خود عباسیان هم فیلمبردار مونه. خب بازم برای خود اینا تبریک میگیم، من از طرف از اینا برادر اینا تقدیم از شما. سلامت باشین. ببینید آی نازنین دیگه به خیر خوشی هم اینجاگانه. ما فعلا هستیم یک چای سیاه و وطنی هم دم میکنه، البته سبز، چای سبزه. یک چای سبزی استونم که باور کنیم کیلو 370 افغانی استونم که چای سبز فقط ایتو به شما بگم زعفرونه. ما دنبال کنین دیگه میت داخل کوه اینجا شما بسیار خالیه. شوروا نبود رستی، یک کره‌ای جور کرده بودیم ما می 6-7 نفر. شکران جان هم فرزندمانه. دلچینی چی شد؟ دلچینی بیا بیا بچیمه بیا بیا دیگه بده بده بیا شکر بیا. دلچینی هم که هست اینا کم بچی منه، بعض نقشار دیده باشیم خودم کار میکنه، بالاخره باید با بچیم هم تیار میکردن دیگه. خیره باشه با محفلای بعدی. خب بینندای عزیز ما دنبال کنیم، آقای فیلمبردار بنی پشت دوربین. خب ما دنبال کنیم که بخیر یک چای کرکی هم تیار میکنیم. الان امروز روز آخره، ناگفته نمونه بینندای عزیز. روز فردا که امشب ماه مبارک رمضان، جا شما که به کشورهای خارجیم بسیار خالی که ترابی امشب شروع میشه. کانال هراتبورگ رمضانی دست جمعی داریم از 14 یا 10 مبارک رمضان انشاءالله رمضانی هم داریم. میریم دم خانه بزرگا، ولی صاحب، رئیس صاحب اطلاعات فرهنگ، تاجر صاحبا، بالاخره ریاست امنیت ملی، استخبارات، همه ارگانا بزرگار میگیم رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. الله خاله تو گم میکنی، الله خاله تو گم میکنی، طبقای چینیر گندم میکنی، طبقای چینیر گندم میکنی. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان 30 روز میمانه مانه، رمضان 30 روز میمانه مانه. رمضان قوت ایمان مانه، رمضان قوت ایمان مانه. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. رمضان یا رب رمضان، السلام علیک ماه رمضان. بچه بیایی که باره بارش ببینی بیا ماره جمع کنی.